گوشتگونه خدا رحمت کنه شسته جنت بکنه دمامینو مکنه من درفتین و ابو همینو میخریم بچه به خونون داشتیم. نرگس بانو در این مدرسه تاریخی 15 سال باز کشیده دوزی میکند و همزمان میفروشد. این اتاق را که در گذشته طالب علمان مدرسه میخواندند او هم جای درس دوزی و هم مغازه کرده است. همه راسته و حجره های مدرسه نادر دیوانبگی که در عصر 17 ساخته شده است حالا جای فروشگاه و کار هنرمندان بخارا گردیده است. هم تماشاگاه هم میدارن هم چیزای منبعم چون که من چیزام همیشه کار دستی بخار و پختیش این چیستی پخته چیستی 100% شغل کراسکوش ناتورالنی هم برای اوچ کره و کره خرسان شده بیتا بره چیزام شتم بیچی نمیشید. مدرسه کوکالداش هم که زمان در آن احمدی دانش، صدرالدین عینی و عبدالرؤوف فطرت تحصیل کرده است، حالا مکان تاجران و خریداران و هم سیاحان شده است. 2002 سال با اومدگی من اینجا با همین کشت دوختن گفته همین چی هست دوزندگی هم نویا ما خودم میدوزم این دخترم با یاد دادگی همین قطعه سال وزه کار کرشتیم همه هنرمندا اینجا گرفتگی. اکثر هنرمندان و تاجران میگویند در چنین جایهای مقدس نشسته کار و تجارت کردن حال و هوای خود را دارد و احساسی عجیبی میبخشد. نه اول میبینن اینجا تماشا میکنن اینا تاریخش میپرسن بعد ما گپ میزنیم بعد چشمشون به این چیزای مناس مینمود بعد میپرسن چند پول چی بعد همیشه یک تصاویر گفته میخره تو میرد لیکن اصلا نوز دنیا دیدم میبیاد. شهر بخارا را تا هجوم ارتش سرخ با راهبری میخائیل فرونزه در سال 1920 زادگان آسیای میانه مرکز اسلام و دین و مکان آموزش علمها میدانستند. هر یک کوچه و گذر آن دارای مسجد و مدرسه و یا عبارت از بناهای تعلیمی قدیمه است. به گفته ساکنان بخارا این بناهای تعلیمی قدیمه اساساً در دوره شوروی سمت فعالیتش را دیگر کرده و یا بسته شدند. تو 16 سال 24 درس مدرسه محکم بود. قفو بود. محکم بود. انا حاضر ریستوراسیون کرده هنرمندا بود داشتین که این هم توریست میبینه درونش شوریشه. هم خلق مردمی بخارا با که هم با هنرش گم نمیشود. از هنرش بهره مند مییابد. هم معنوی هم اقتصادی. من هم تویل میکنم چون که اقتصاد شد که وابسته همیش میشود همیش معنوی اقتصادی وابسته شد که خیال کنم که درست است. در این ولایت که در ردیف شهر سمرقند مرکز تمدن خلق تاجیک نیز نام میبرند مقبره و آثارخانه دهها متفکران و عالمان دین قرار دارند. در بخارا بیشتر از 800 یادگاری های تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان نصف زیادی آن را برای معرض سیاحان بازسازی دارند. مسئولان شرکت های گردشگری این شهر از آن خوشنودند که سال تا سال مزاجانشان بیشتر می‌گردد. ولی در برابر این حالا تنها مدرسه میر عرب همچون آموزشگاه دین اسلام باقی مانده است و یک مدرسه دیگری زنانه. مسئله‌ای که اکثر روشنفکران و عالمان دین را در تشویش گذاشته است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بخارا.